قلم اینک چون نی به لحن صریر قصه عشق می کند تقریر. عشق مفتاح معدن جود است، هر چه بینی به عشق موجود است. حق چو حسن کمال اسما دید، آنچنانش نهفته نپسندید. خواست اظهار آن کمال کند، عرض آن حسن و آن جمال کند. خواست تا در مجالی اعیان سر مستور او رسد به عیان. چون ز حق یافت انبعاث این خواست، فتنه عشق و عاشقی برخاست. هست با نیست عشق در پیوست، نیست زان عشق نقش هستی بست. سایه و آفتاب را با هم نسبت جذب عشق شد محکم. و با مثنوی دیگری از هفت گورنگ در خدمتتان هستم. جامی از شعر و شاعری بازآی، با خموشی ز شعر دمساز آی. بهر آن شعر موشکافتن است، به عبث شغل موشکافی هست. به عبث شغل موشکافی چند، شعر گویی و شعر بافی چند. هست همت چو مغز و کار چو پوست، کار هر کس به قدر همت اوست. نه چه گفتم چه جای این سخن است، رای دانا ورای این سخن است. کار فرخنده گشته از فرهنگ، کارگر را در او چه تهمت و ننگ. همت مرد چون بلند بود، کار کید ارجمند بود. کار کید ز کارخانه خیر، در دو عالم بود نشانه خیر. مدح دونان به نغز گفتاری، خرددان را بود نگونساری. همه ملک جهان حقیر بود، زانکه آخر فناپذیر بود. با دهانی ز قیل و قال خموش، می کنم از زبان حال خروش. آن خروشی که گوش جان شنود، بلکه اهل خرد به آن گرود. بر همین نکته ختم شد مقصود، لله الحمد والعلا والجود. سپاس از همراهی و لطف توجه شما.
سپاس فراوان از بانو یگانه احمدی با دکلمه بسیار زیبایشان. و بعد از این دکلمه دیگه خواندن شعرهای مولانا جامی